السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که این حال در شهر سن پترزبورگ قرار داریم. بسیاری برادران گفته بودن که آیا در شهر سن پترزبورگ حجام میکنن؟ شاید که بعضی ویدیو رو ندیده باشن، ویدیو رو پدیده سکنین. البته این حال در شهر سن پترزبورگ حجامه هست. 1000 روبل حجامه. الله نیابانتون باشه. رقم ها در روی اکران میتوانین که زنگ بزنین. از همه چیز مهم که انسان باید عمر خود را در کجا صرف میکنه بدانه. این حال این روز بگیم روز زود روز ما که این روز ما به دنیا آمدیم، باید مقایسه کنیم که چه اندازه کارهای خوب کردیم در راه الله و چه کارهای بد کردیم. پیلوس منوس کنیم کدامش خوبتر و بیشتر و بهتر است. اکثریت ما و شما دعوای مسلمانی میکنیم، این که الحمدلله که ما مسلمان هستیم، پیروی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم، اما متاسفانه از دین اسلام چیز بهره بردگی نیستیم و یگان چیزی نمیدونیم. الحمدلله که امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم، دعوای مسلمانی میکنیم، اما متاسفانه اکثریت ما و شما قرآن خواندن نمیتوانیم. سببش در چیست؟ سببش عشق محبت دنیا در دل زیر کردگی های. و اون خاطر چیزی که میگیم بعضی انسان ها هستن که یعنی محبت با حافظه و با رقص و دیگه چی دارن، حتی میدونن که کدام سال کنسر شده که جا گذراندگی های. اکثریت مردم ها که جکسن روز تولدش تا مردن چند قبل است خود چکا کردگی همش میدونن. اما اکثریت ما و شما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را سیرتش نمیدونیم و نمیدونیم از کدام قبیله بود و نمیدونیم از کجا بود، نمیدونیم چند سال ما را دعوت کرد به سوی لا اله الا الله. الحمدلله که این روز ما 30 ساله شدیم و میخواهیم که باقی مانده عمر خود را به سوی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت نماییم، تا اینکه از دنیا هیچ کس فایده ای ندید. اگر که دنیا فایده می بود، ارزشی می داشت، نزد پروردگار الله یک قطره آب نمیداد، یعنی مشرکین را. و مخاطر برادران عزیز، دنیا اندکی است، روز این فردا هستیم. چقدر که ما نکنیم برای زن و فرزنده همان، یگان کس میندار نیست. از همون خاطر از آخرت خود فراموش مکنیم. هر چیزی که با همراه ما و شما میروه نامه اعمال ما و شما هست. عملهای خیری کرده باشیم، همونان با همراه ما. و اون خاطر برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر کدیم ما و شما را عمری دراز و عمری با برکت، عمری با طاعت عبادت الله. الدنیا ملعون و ملعونت وما فیها. دنیا لعنت شدگی و هر چیزی در همو دنیا است عمرم لعنت شدگی، مگر عبادت الله. پول و ملک و مال اینا همش از سری ما و شما میمونن. بعد از سری ما و شما با جهامون استفاده شون میبرن. با اون خاطر حرکت کنیم دستی نیازمندارا، انسانایی که مسجد میسازن مسجد بسازن، مدرسه بسازن، تا اینکه تعلیم دین اسلام زیادتر شود، تا اینکه مردم بشناسن پروردگار خود را، بشناسن پیغمبری خود را کی بود، بشناسن اهل اصحاب چگونه با ما و شما اسلام آوردن به پول. الحمدلله که ما به پول ای را دسترس کردیم، اما قدردانی کرده نمیتوانیم. الله هر کدیم ما و شما را ببخشه و علم مفید نصیب بگردانه. اکثریت ما و شما نماز خواندن نمیتوانیم. سبحان الله، نمازی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خواند اون گونه نماز خواندن نمیتوانیم. در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.